احمد تبریزی هستم، متولد 1325، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی پتروشیمی از پلی‌تکنیک تهران در سال 1348. بعداً در کشورهای مختلفی زندگی کردم، ژاپن، اسپانیا. 1984 ایمیگرانت کانادا شدم و از همون ابتدای ایمیگریشنم در کانادا در فعالیت‌های اجتماعی کامیونیتی در ارتباط با مسائل فرهنگی و کمک به ایرانی‌ها در داخل کانادا یاری داشتم. یکی زلزله منجیل بود، یکی زلزله طبس بود، یکی زلزله بم بود که من تو همه این برنامه‌ها به عنوان عضو کمیته بودم. من رئیس کمیته برگزاری این فاندریزینگ بودم که مدرسه ای رو در بم، نرم و شیر بم ساختیم. سال 2006 افتتاح کردیم. تهیه اساسنامه کنگره ایرانیان چندین ماه با تعدادی از دوستان مشارکت داشتیم که تونستیم این اساسنامه رو بنویسیم. البته متاسفانه از اون دور اول انتخابات من دیگه مشارکتی نداشتم. بعد در مورد فعالیت‌های هنری زیر گنبد کبود شروعش بود و بعد تیرگان بود که من جزء در حد امکاناتم یاری دهندگان بودم و آخرینی که میتونم اسم ببرم کمک به بازماندگان فاجعه هواپیمای اوکراین بود که توسط بنیاد پریا مموریال تعداد زیادی مراسم یاد بود براشون گذاشتیم و من خودم به عنوان اولین ایرانی کمک کننده به تأمین اون فاندی که دولت برای کمک به بازماندگان تهیه کرده بود مشارکت کردم. و الانم با توجه به اون چیزی که الان داره در جامعه اتفاق میفته، ساختن مدرسه در ایران به نظر من یکی از زیباترین کارهایی است که داره انجام میشه، چون هیچ چیز مهمتر از آموزش نیست. و اخیراً به خصوص گروه کمک به مردم ایدین پیپل هستش که چندین برنامه فاندریزینگ گذاشته و تونسته چند مدرسه رو در ایران در نقاط بسیار بسیار محظور و درآمد مردم ایرانی درست بکنه که جای قدردانی داره. با درود، من فروزان جلیلی‌فر هستم، مدیریت بنیاد پریا رو بر عهده دارم و افتخار اینو دارم که بیش از 22 سال در خدمت تازه واردین به خصوص کامیونیتی ایرانی باشم. بنیاد پریا در سال 2002 در دولت فدرال کانادا به ثبت رسیده به صورت یک چریتی و اولین کامیونیتی سنتر ایرانی در دنیا رو ما موفق شدیم طی این 22 سال درست بکنیم و الان در ساختمان جدیدمون هستیم که تقریبا یه چیزی حدود 10,800 اسکوئر به ساختمان قبلیمون اضافه میشه. این سالنی که الان توش هستیم سالن ورزشی ما خواهد بودش، در ضمن سالن اجتماعاتمون و ما تونستیم تو این ساختمان جدید یه بخشش تا حدود 70% ساختمان جدید رو دولت فدرال و پروینس کمک کرده و 27% بقیه رو کامیونیتی کمک کرده. این متعلق به جامعه ایرانی است. لازم به تذکرم هست که مالکیت این پراپرتی از آن چریتی است، نه به شرکت نه به شخص، به هیچ کس تعلقی نداره. صاحبش هم دولت هم نیست، صاحبش چریتی بنیاد پریا هست و ما خوشحال هستیم که تونستیم این کامیونیتی سنتر رو به عنوان تنها کامیونیتی سنتر ایرانی در دنیا در شهر تورنتو و مارکان بسازیم و بتونیم سرویس بدیم نه فقط به کامیونیتی ایرانی بلکه به بقیه کامیونیتی‌های توی منطقه‌مون بهشون کمک کنیم. همونطور که همتون میدونین برای اکتبر 5 و 6 گروه ایدین فاندریزینگ دارن در بنیاد پریا. منتظر دیدار همه شما عزیزان هستیم. روز 5 و 6 اکتبر می‌بینم شما رو